سلام به همه دلفین سافتی ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوام تجربه پرواز تفریحی با هواپیمای 2 نفره رو در فرودگاه رامسر شمال ایران باهاتون به اشتراک بذارم. رامسر یکی از شهرهای زیبای شمال ایران پر از طبیعت و جاذبه‌های گردشگری هست، مثل سد میجران، قلعه مارکوه، تلکابین. در حقیقت جاهای دیدنی مختلف، جنگل، دریا، تفریحاتی مثل پاراسل، شاتل، بنانا، جت اسکی و چیزهای مختلف که پیشنهاد میکنم همه‌شو تست کنید. و اگر هیچ کدوم رو تست نکردین پیشنهاد میکنم حتما پرواز تفریحی 2 نفره رو تست کنید که یکی از بهترین تفریحات رامسر هست و خیلی واقعا میچسبه که بتونید این طبیعت زیبای خدا رو از بالا در یک پرواز کوتاه 20 دقیقه، 30 دقیقه یا 40 دقیقه ببینید. از جایی که هیچ چیزی هیجان کافی رو ایجاد نکرد، من اومدم پرواز تفریحی و در این ویدیو میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. در اون پرواز ما 3 تا دوربین، در واقع یکی داخل کابین، یکی از کنار و زیر هواپیما داشتیم، ولی متاسفانه فقط ویدئوی داخل کابین برای ما ضبط شد و اون ویدئوهای کامراهای کنار هواپیما و زیر هواپیما ضبط نشد. و اگر دوست دارین اون ویدئویی که ما دیدیم رو ببینید، باید ویدئو رو بزنید جلو و در انتها اون ویدئوهایی که از زیر هواپیما هست، اون ویدیو رو شما میتونید داشته باشید رو ببینید که از پروازهای قبلی اون فایلش رو ما دریافت کردیم و در این ویدیو براتون گذاشتیم. و اون پروازی که من بودم، در واقع شما میتونید ویدیوشو داخل کابین با هم ببینید. خب اول کار که همونطور که میبینید یکم با تعجب دارم نگاه میکنم و یک سری توضیحات در واقع دارن میدن و منتظر اجازه برج مراقبت برای پرواز هستیم. اول کار واقعا من هیچ احساسی نداشتم که ما واقعا میخوایم با یک هواپیما بپریم و من داخل کابین اون هواپیما هستم و یکم عجیب غریب بود برام. هم میترسیدم هم بیخیال بودم، ولی حس خیلی جالبی بود. اونقدری که توی این ویدیو و این کامرایی که داخل کابین هست شما لرزش میبینید، من لرزشی داخل هواپیما احساس نمیکردم، اما صدای باد خیلی زیاد بود و فقط از طریق در واقع هدفون و میکروفون ها با خلبان میتونستیم صحبت کنیم. در این لحظه ما راه افتادیم و خیلی حس عجیب غریب و جدیدی بود برام، چون توی هیچ کدوم از تفریحات توی شهرهای مختلف چنین حسی نداشتم و اینجا خلبان بهم میگه که صحبت کن که صداتو داشته باشم و بدونم اوکی هستی یا نه. و از جایی که یه حسی به من میگفت اون دوربینه روی بال هواپیما و زیر هواپیما ممکنه چیزی رو ضبط نکنه، خودم داشتم یک سری ویدیو و عکس و فیلم میگرفتم، ولی خب سعی کردم که در لحظه از اون طبیعت استفاده کنم. اینجا واقعا هیچ ترسی نداشتم، هیچ حس خاصی نداشتم، فقط این چیزایی که داخل کابین بود که متاسفانه اینجا شما نمیتونید ببینید، جایستیک و عقربه ها و چیزای مختلف خیلی برام جالب بود. و اینجا یه جاده کوتاهی بود که وارد باند اصلی میشدیم که بپریم. به نظرم خلبانی یکی از جالبترین شغل‌ها و پرخطرترین و ریسکی ترین شغل‌ها، اما اونجوری که از دور به نظر میاد کار خیلی سختیه. به نظر من مثل هر مهارت دیگه گام به گام میشه یادش گرفت و جلو رفت، ولی تلاش دوچندان میخواد و به نظرم که واقعا جالب بود. من از بچگی یکی از چیزایی که علاقه داشتم و از کامپیوتر و اینجور چیزا هواپیما و فضانوردی بود و خب توی این سفر یه تجربه کوتاهی داشتم که خیلی خوب بود. Oh my god، اینجا این خنده که دارین ازم میبینید این خنده ریلکس نیست، اینجا واقعا دارم میگم میترسم و یکم اطمینان ندارم به این دره، چون از دره داشت باد میومد و بعد خلبان گفت که یه پنجره کوچیک اگر ببینید یه پنجره دایره‌ای شکله که میتونید بچرخونید لاستیکشو که باد به سمت شما بیاد یا نیاد. ولی یکم احساس میکردم که این هواپیما قدیمیه و به خلبان اطمینان داشتم، ولی به اون هواپیما انگاری نمیتونستم اطمینان کنم. شاید هم نظر من اشتباه بود.
خلاصه که پرواز کردیم و ویو خیلی جذابی بود که یک شهر همه بخشاش رنگش سبزه، مخصوصا برای ما اسپانیا که کمتر طبیعت و جنگل و دریا داریم و کوه‌هامون همیشه خاکی رنگ هستن، ولی اونجا همه کوه‌ها سبز رنگ بود و دیدن اینا از بالا همچنین دریا خیلی لذت بخش بود. که اگر دوست دارین این ویو رو فقط ببینین، ویدیو رو بزنید جلو که اون ویدیویی که از زیر هواپیما هست از یکی دیگه از پروازا براتون گذاشتیم، میتونید اون رو ببینین. خیلی جذاب بود. اینجا دیگه خلبان میخواست به من اون جویستیک کنترل هواپیما رو یاد بده و مثالی که برای من میزد این بود که فکر کن میخوای خط چشم بکشی، اینقدر با ظرافت باید با این جویستیک کار کنی و هواپیما رو به سمت راست و چپ هدایت کنی. جذاب‌ترین بخش این پرواز بود که خلبان اگر کسی علاقه داشت اجازه میداد و اینجا داشت برام توضیح میداد که با توجه به خط افق همیشه باید سعی کنیم که هواپیما رو صاف نگه داریم، حالا چه از نظر سمت راست و چپ بودن هواپیما، چه از نظر پایین و بالا بودن هواپیما. و اینجا جویستیک دست من بود و حرکت میدادم خیلی با ملایمت به سمت راست و چپ و خیلی با تعجب دارم نگاه میکنم، چون واقعا حس خیلی عجیبیه که توی پرواز باشی، یک هواپیمای کوچیک و برای اولین بار بخوای یه هواپیما رو فرمون بدی. برای تغییر جهت هواپیما، یعنی برای تغییر جهت سر هواپیما که بخواد بیاد بالا یا بخواد بیاد پایین، جویستیک رو باید به سمت خودمون یا به سمت جلو حرکت میدادیم و برای دور زدن یعنی به سمت راست یا به سمت چپ کردن هواپیما همینطور جویستیک رو باید به سمت راست یا چپ حرکت میدادیم. در واقع این پروازهای دو نفره، منظورم این هواپیماهای دو نفره بیشتر برای آموزش خلبانی هم استفاده میشه، یعنی فکر میکنم که هر خلبانی قبل از اینکه بره سراغ هواپیماهای بزرگتر قطعاً یادگیری پرواز رو با این هواپیماهای دو نفره یاد میگیره. و از اونجایی که خب حالا من کنجکاو بودم و مدام سوال می‌پرسیدم و دوست داشتم یکم بدونم، خود خلبان اینجا می‌بینی داره برام دست می‌بره، چون که دیگه جویستیک رو داده بود دست من و من داشتم این تعادل هواپیما که زیاد نره به راست و چپ و سر هواپیما رو نسبت به افق حفظ می‌کردم و اینجا دیگه گفت دور بزن بریم سمت جنگل و خیلی حس جالبی بود و شاید این بخشش یاد گرفتنش خیلی ساده بود ولی به صورت کلی کار سختیه و مهمترین بخشش به نظرم اینه که یه نفر باید نترسه تا بتونه اینو یاد بگیره و انجامش بده و مدام تلاش کنه. خلاصه اینجایی که میبینید من دارم هواپیما رو دور میزنم و فکر کنم که حس خیلی جذابیه برای خودم، به خاطر همین گفتم که روی صدا بذارم که هم برای خودم خاطره بمونه، هم با شما به اشتراک بذارم و بگم حتما چنین تفریحی رو تست کنید. پرواز دو نفره حالا تو شهرهای مختلف و کشورهای مختلف هست، هم با هلیکوپتر هم هواپیماهای دو نفره و من برای اولین بار تو رامسر در واقع این تجربه رو داشتم. اینجا خلبان به من نشون میداد که هواپیماهای دیگه که توی هوا هستن و اینقدر باید دید قوی و با دقتی داشته باشیم که متوجه بشیم و من اصلا فکرشون نمی‌کردم اون چیزی که مثلا خلبان داره به من نشون میده واقعا این هواپیما فکر می‌کردم یه پرنده است، ولی خب کلا این جاده نداشتنه و کلا همه چیز تو هوا بودنه یه جور بدی بود، چون اطلاعات کافی در مورد مسیر و جاده و اینکه چطور بفهمین الان نخوری به هواپیمای دیگه نیاد سمتت، اینا خیلی سخت بود و خب به هر حال اونم قوانین خودشو داره که من اطلاع ندارم، ولی جالب بود.
و همینطور که سعی میکردم هواپیما رو حفظ کنم از نظر حالا اینکه صاف باشه نسبت به خط افقی که توضیح داد، سعی میکردم از طبیعتم لذت ببرم. این دور جسورانه‌ای که میبینید خود خلبان زد و خیلی جالب بود، خیلی حس خوبی بود. این پرواز قلعه مارکو رو دیدیم، سد نیجران رو دیدیم، دریا، جنگل، تلکابین. 30 دقیقه بود این پرواز و خیلی لذت بخش بود، مخصوصا که هوای نسبتا خوبی بود، نه سرد بود نه خیلی گرم بود، مرطوب بود و بعد از ظهر هم بود و خیلی لذت بخش بود. اینجایی که میبینیم قیافم یکم حالت لودینگ و هنگینگ داره. اونجایی که خلبان دستشو برمی‌داره از روی اون جویستیک، حالا نمیدونم اسمشو درست میگم یا نه، و به من میگه دور بزن، برو راست، برو چپ، و من یه لحظه مجدد هنگ میکنم و اون کار رو انجام میدم. و الان شما کاپیتان دلفین سافت رو میتونید ببینید که میخواد دور بزنه و فکر کنم اینجا بخواستیم بریم به سمت دریا. آیدونو اینجایی که میبینین حوصله‌ام سر رفت واقعا و گفتم میشه کم سر هواپیما رو ببریم بالا بیاریم پایین مثل اون موقع، و خلبان گفت اوکی با همین کار انجام میدیم. بعد یهو بیاریم پایین و خودم ترسیدم، یعنی خودم پیشنهاد دادم ولی خودم ترسیدم. فکر کنم اگر بازم هیجان بیشتر از این بخوایم باید سوار هواپیمای جنگنده بشیم که بتونیم بچرخیدانه و کاملی رو اینا. ولی خب به نظر من تفریحی بود که ترسناک نبود، بیشتر لذت بخش بود، مگر اینکه خود خلبان یکم هواپیما رو بالا پایین میکرد، یکم جهت رو سریع عوض میکرد، اونجوری یکم هیجانش بیشتر میشد، ولی بیشتر لذت بخش بود و آدم واقعا به فکر فرو میرفت که چقدر زیبا خداوند این طبیعت رو خلق کرده و چقدر جذابه. چون وقتی که با هواپیما مسافر بری سفر میکنیم یه لحظه مثلا اون شهر رو میبینیم و دیگه خیلی ارتفاع میگیریم، ولی با این هواپیمای 2 نفر چون ارتفاع رو میتونیم خیلی کم کنیم، طبیعت رو با جزئیات بیشتری ببینیم، خیلی جذاب تره. اینجا داشت توضیح میداد که وقتی میخوای دور بزنی یه لحظه هواپیما رو به سمت راست میبری، یه لحظه هواپیما رو به سمت چپ میبری که یه دید کاملی بگیری و بعد بری به سمتی که میخوای. یعنی مثل وقتی که مثلا میخوای از خیابون رد بشی به سمت چپ و راست رو خوبی نگاه میکنی بعد رد میشی، همچین حالتی که بتونی دید کامل داشته باشی که الان توی مسیری قرار نگیری که به یک هواپیمای دیگه بخوری. خلاصه که خیلی تفاوت خوبی بود. توی راه با خلبان در مورد شغل هم صحبت کردیم، برنامه‌نویسی، و همچنین اون در مورد شغلش و هیجان انگیز بودن شغلش میگفت شغل ما برنامه‌نویسی که سخت‌ترین است، چون باید واقعا حوصله کنید ساعت‌ها یه جا بشینید و کمتر آدمایی میتونن اینجوری باشن و به خودتون افتخار کنید. و این حرفش همیشه تو ذهنم موند. و همچنین در مورد طبیعت خدا خیلی صحبت کردیم که چقدر جذابه حتی برای اونهایی که تو خود این طبیعت زندگی میکنن هیچ وقت تکراری نمیشه و همیشه حالشون بهتر میشه با طبیعت. کاپیتان خیلی خوش اخلاقی بود. الان واقعا حضور ذهن ندارم که فامیلشون چی بود، ولی هم خیلی خوش اخلاق بود، هم دیگه از 15 دقیقه اول که رد شد پرواز کاملا به من میگفت دور بزن، هواپیما الان سرش داره میاد پایین، سر هواپیما رو ببر بالا و دور بزن و همه چیز. و دیگه اون وسطا به جایی که بگی پریسا میگفت پری دور راست، پری دور چپ و خیلی خوش اخلاق و جالب بود. و فکر می‌کردم که خلبان ها چنین آدم هایی باشن که با یه نفر که هیچ پرواز نمی‌دونه بتونن خوب راه بیرون و آموزش بدن و اجازه بدن که اونم توی این پرواز حالا حتی در حد همین فرمون دادن تجربه کنن. اینجا من پیشنهاد دادم که باز بریم سمت دریا و بعد بریم فرود بیایم، چون دیگه تایممون داشت تموم شد، از 30 دقیقه هم گذشت و خب خیلی اون وقت برام جذاب بود و اینجا خودم دارم دور میزنم
خلبان و حالا هم کاپیتان گاز میداد و من فرمان دادم سمت چپ، راست، بالا یا پایین و رفتیم سمت دریا، چون اون بخش دریا خیلی برای من جذاب بود که دریا رو از بالا ببینیم. و همونطور که میبینید دلفین سافت حتی تو هوا هم برای شما استوری میگه. حتی با کاپتان در شهر رامسر اینجا داشتن براتون استوری میگرفتن که توی اینستاگرام قطعا دیدین و توی این ویدیو هم دارید میبینید. و حالا یه کمی هم از نمای این در واقع گاز و عقربه ها و اطلاعاتی که برای هواپیما هست میتونید ببینید. خیلی پرواز جذابی بود. و این هم ویدیویی که کامرای زیر هواپیما با برای ما ضبط میکرد ضبط نکرد و این سد میجرانه که حالا از پروازهای قبلی فایدهشو گرفتیم. امیدوارم که لذت ببریم. همچنین قلعه مارکو. اینجا دیگه رفتیم که فرود بیایم و باز اینجا یکم قیافه من لودینگ، هنگینگ، اسکیرینگ ترسیدم و بالاخره فرود اومدیم سالم صحیح، خدای شکرت. و بالاخره به پارکینگ بازگشتیم. این هم از این پرواز. هدفون رو هم در میاریم. تازه فهمیدم او مای گاد چقدر صدای باد میاد و خیلی خوب بود. پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید. و این شد که حتی از خلبان کاپیتان خواستم از من عکس بگیره. اینم بخشی از دوربینی که از کنار بود و برای ما ضبط نشده بود و از یکی دیگه از پروازها میتونید نمای زیبای شهر رامسر رو ببینید. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. تا ویدیوهای بعدی و سفرهای خوب بعدی که بتونم باهاتون به اشتراک بذارم، خدا نگهدار. این ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کنید.